بسم الله الرحمن الرحیم. بار الخلائق اجمعین نحمده بعدد ذرات الموجودات حمدا ازلیا ابدیا سرمدیا. پس از درود حق مطلق و ذات برحق صلوات زاکیات و تحیات مربحات نثار ارواح مطهره مقدسه انبیا و اولیا، سیما سید المرسلین و رحمت للعالمین اشرف النبیین المتمکن فی مقام او ادنا المقرب الی الله حتی تدلا سیدنا فی الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود حبیب الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و سر الاسرار و مشرق الانوار حقیقت نقطة البائیه و اصل الحیات المائیه الاسم الاعظم و المظهر الاتم باب الله و وعاء علم الله مجمع علوم الانبیا و مرجع سلاسل الاولیا مظهر العجائب و مظهر الغرائب و نجم الثاقب مولانا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و الجوهرة القدسیه و الحوراء الانسیه سیدة النساء و صندوق مصاف الاولیا البتول العذراء فاطمة الزهراء سلام الله علیها و النور اللامع و الحسن الجامع الجمال الابین و مجلا سر حضرت زیمن و القوس الطالع من الایمن ابی محمد الحسن علیه السلام و ظهور العشق الاعلی و المتوحد بالهمة العلیا مقصد العرفاء و الاولیا و خامس اصحاب الکسا و سید الشهدا سر الله الاتم و صور الله الاعظم المقدس انشان ابی عبدالله الحسین علیه السلام و سید المجردین و زین العابدین و سند الزاهدین و کاشف اسرار العرفان انسان العین بعین الانسان مجمع البحرین المقدس انشان الامام علی ابن الحسین علیه السلام و حافظ معارج الیقین و بارس علوم المرسلین و نبع العظیم و الصراط المستقیم و کاشف حقایق البواطن و الظواهر و مجمع علوم الاوائل و الاواخر الامام محمد الباقر علیه السلام و البحر المباد و السراج البحار مجدد الاسلام و ناشر دین خیر الانام القرآن الناطق الامام جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام و کلیم ایمن الامامه و شجرت طور الکرامه صاحب حق المنشور و بیت المعمور و البحر المسجور بامر الدین قائم الامام موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام و ناشر سنت بدین و مرجع اهل الیقین الانسان اللاهوتی و
بر روح الناسوتی کهف نفوس القدسیه قوس الاختام الانسیه الکنز الغیبی بر قرآن لا ریبی سر برابد دو جا الامام علی ابن موسی رضا علیه السلام و باب الله المفتوح به کتابه المشروع ظل الله الممدود و سر اسرار الوجود سید الاولیاء و سند الاسفیاء غایت ظهور و الایجاد الامام التقی محمد ابن علی الجواد علیه السلام و مفتاح خزائن الوجود و حافظ مکان الغیوب الناصح الزکی و الهادی المتقی تیار جو الازل و الابد الامام النقی علی ابن محمد علیه السلام و البحر ظاهر و نور ظاهر انقاء غافل قدم و صاعد مرقات الهمم المؤتمن العسکری الامام حسن ابن علی علیه السلام و کمال نشأت و نشأت الکمال و جمال الجمع و مجمع الجمال سر سرائر الالوهیه و کنه حقائق الربوبیه الاسم الاعظم و ناموس الله الاقدم قباس یم الرحمانیه مسلک الآیت الرحیمیه تور تجلی الالوهیه بقیت الله فی الارض الغائب فی الاستار الظاهریه والهادی الی الطرق الغیبیه والقائم المهد المؤتمن حجت ابن الحسن عجل الله فرجه. پس اول سلسله و باب طریقه کنز المعارف و قلیل المعارف شیخ المشایخ شیخ معروف کرخی تا بصره و صاحب علم الوفی و زاهد الصفی ابی الحسن شیخ سری سقطی تا بصره و اول الاخطاب فی الغیبه و باب ابواب الطریقه و مظهر الحقیقه سید الطائفه و رأس علماء الشریعه العالم الهادی شیخ جنید بغدادی تا بصره و جعل الجنة مثواه و مروج الشریعه و مکمل الطریقه الموصل الى ربه الباری احمد ابن محمد شیخ ابو علی رودباری تا بصره و جامع النراتب و مجمع المطالب و مرجع اول المفاخر و المناقب الحسن ابن محمد شیخ ابو علی کاتب تا بصره و مشرق الانوار و مشرق الاسرار و زین الابرار و شرف الاخیار سید ابن سلام شیخ ابی عمران المغربی تا بصره و فخر الاعالی و الادانی و مجلا کلمت کن تکانی و مشرق نور لامکانی شیخ ابوالقاسم گورکانی تا بصره و العالم بامر الله و ناشر دین الله المتبهر الناموسی ابن عبدالله شیخ ابوبکر توسی تا بصره
و جامع العلوم والمعارف و مجمع الکرامات والمکاشف العالم العالی شیخ احمد طوسی غزالی تا مثلا والفاضل السمدانی والعارف الفاضل البدادی والکاشف سر المبادی شیخ ابوالفضل بغدادی تا مثلا و کاشف الآیات و صاحب الکرامات و خوارق العادات شیخ ابوالبرکات تا مثلا و العالم الاساسی و زاهد المواسی و المحقق استقسی شیخ ابو مسعود اندلسی تا مثلا و باب مدائن العرفان و لب علوم الایقان و کاشف رموز القرآن از زاهد المعتمن شعیب ابن حسین شیخ ابی مدین تا مثلا و صاحب الفتوحات القلبیه و الهادی الى الحقائق السریه ابی الفتوح شیخ ابو سعید سعیدی تا مثلا و العارف الوفی و الکامل الوافی و زاهد الصوفی شیخ کمال الدین کوفی تا مثلا و صالح الباذل و مرشد الکامل و سالک الواصل شیخ صالح بربری تا مثلا و جامع الطرفین و نظیر الحرمین رکن الدین و اصل المسلمین شیخ عبدالله یافعی تا مثلا و رئیس سلسله و بالطائفه و سید الطریقه القطب الازلی و العالم العلی ابن عبدالله شاه سید نورالدین نعمت الله ولی تا مثلا و جعل الجنت مثواه ابن شاه سید نعمت الله العارف بامر الله و مجلا اسرار الله می شاه برهان الدین خلیل الله تا مثلا ابن برهان الدین السالک الاکمل و العالم الاجل و عارف سر الابد بالازل می شاه حبیب الدین محب الله اول تا مثلا و زاهد العدل و تسبیح الجمال الاجمل و سید الابجل می شاه کمال الدین عطیت الله اول تا مثلا و فخر الاعالی بالادانی به حقیقت سبع المثانی می شاه برهان الدین خلیل الله ثانی تا مثلا تمام الکمالات الاول و سید العالم المجلل می شاه شمس الدین محمد اول تا مثلا و مشید المبانی و مظهر رموز بالمعانی و صاحب یقین شودی بالعیانی می شاه حبیب الدین محب الله ثانی تا مثلا فمجمع جمع القرآنی فی مظاهر الفرق الفرقانی و عالم العلم البیانی می شاه شمس الدین محمد ثانی تا مثلا فعباس بهار النهانی
مظهر الأوائل و مصر الزبانی العالم ربانی میشا کمال الدین عطیت الله ثانی تا بصر و نجل الاولیا و ظهور الاسفیا و ختم الاتقیا السید الموجه میشا شمس الدین محمد ثالث تا بصر و شیخ الجلیل و الفاضل النبی و المظهر الاصیل الحمید المؤتمن مولانا شیخ محمود ساکن دکن تا بصر پس صفی الکامل و الحکیم العامل تاج العلی و الدنی شیخ شمس الدین دکنی تا بصر و معبد الشریعه و محی الطریقه العارف الولی و السلطان الثنی رضا علی شاه دکنی تا بصر و مجدد سلسلت رضویه شیخ المشایخ الشهید فی سبیل الله و ناشر آیات الله سید معصوم علی شاه تا بصر و با الطریقه و وجه الحقیقه سیاح مدن الابد والازل و صباح بهار العلم والعمل نور علی شاه اول تا بصر و جامع علوم الاوائل والاواخر و مجمع اصول المناقب والمفاخر قطب سلسله بعد از رضا علی شاه مولانا حسین علی شاه استانی تا بصر و الفرید تبیانی و الصراط المستقیم المیزانی مولانا مجذوب علی شاه همدانی تا بصر و وجه الله و مرجع عباد الله و مسبح بهار تنزیه الله حاج میرزا زین العابدین شیبانی مس علی شاه تا بصر و صدر العلماء و بدر العرفاء العالم المجرب و المجلل المصدق الواصل الی الله حاج میرزا زین العابدین شیرازی رحمت علی شاه تا بصر و نور الاولیا و بدر الاصفیا المقرب الی الله حاج محمد کاظم سعادت علی شاه استانی تا بصر و سلطان العرفاء و زین الحکما و رأس العلماء الزهد الاتم و الخلق الاعظم و باقر علوم اولاد آدم مولانا حاج ملا سلطان محمد بیدختی گلابادی سلطان علی شاه تا بصر و جعل الجنت مثواه و نور الانبا و مظهر الاسرار ذو البهار و السکینه و المتخصص بالهمة العلیه الصادق العلی و الصابر الولی مولانا حاج ملا علی نور علی شاه ثانی ابن سلطان علی شاه تا بصر و مرجع الامجاد و منازل الاوتاد العالم السمدانی و العارف السبحانی المقید بالتاییدات ربانیه و مبین الاسرار الالهیه قطب العارفین و صالح المؤمنین
آیت الله العظمى في الأراضین المولى المؤتمن مولانا ها شیخ محمد حسن صالح علی شاه خلیل جلیل حضرت آقای نور علی شاه تا بصره قطب العارفین و مجلس سالکین نتیجة الاولیاء و زبدة الاسبیاء زین العرفاء و قرة عین الفقراء مولانا المعظم و منازنا المحترم هان سلطان حسین تابنده رضا علی شاه ثانی خلیل جلیل حضرت قطب العارفین آقای صالح علی شاه تا بصره قطب العارفین و قبلة السالکین جامع الشریعت و الطریقه المتخلق بالاخلاق الحسنه محبوب اولیاء الله مولانا و مقتدانا حاج علی آقا تابنده محبوب علی شاه خلیل جلیل قطب العارفین حضرت آقای رضا علی شاه تا بصره قطب العارفین الهادی الى الشریعت و الطریقه و المنتهى فی الفقر و الفنا مرضی اولیاء الله مولانا و مقتدانا حضرت آقای های دکتر نور علی تابنده محبوب علی شاه قدس سره العزیز خلیل جلیل حضرت قطب العارفین آقای صالح علی شاه تا بصره برای قوت ظاهر و باطن جمیع راهنمایان دین سیما تمام افاضه ظاهریه و باطنیه و ظهور کمالات سوری و معنوی صاحب نسل جلیل سلالت السادات مولانا المعظم و سیدنا المکرم حضرت آقای های مهندس معمار سید علی رضا جذبی ثابت علی شاه ارواحنا فدا خلیل جلیل عارف جلیل القدر به شیخ بزرگوار جناب آقای ها سید هبت الله جذبی ثابت علی رضوان الله علیه و برای ظهور و خروج حضرت صاحب الامر و العصر و الزمان و خلیفت الرحمن و امام الانس و الجان عجل الله فرجه و از جهت ذکر دوام و فکر مدام جمیع اهل سلوک الفاتحه. و برای بقای عزت و شوکت و ازدیاد شوق و مودت سلسله فقرا و رفعت و شوکت و نصرت علم صاحب این خانقاه و شادی فقرا و دوستان فقرا